نگاهی فرهنگی ما، نگاهی ادبیات ما، نگاه اندیشه مردمی ما به زن چی است؟ چون که ما نگاه های گوناگون داریم. گاهی تصور داریم که زن مکر دارد، گاهی میبینیم که میگن که زن فرشته‌مای زیبا و دانا است. اگر خواهیم که تفکر و دیدگاه یک ملت را درباره زن شناسیم، من فکر میکنم ادبیات رسمی بعضی مشکلات دارد، زیرا ادبیات رسمی را اول مؤلفان می نویسند، دوم قهرمان در ادبیات رسمی سوفته است، ایدئالی کرده می شود، همه کمبود و جنبه هایی که به مؤلف پسند نباشد. یعنی قهرمان در ادبیات رسمی این ساخته تفکر خود مؤلف است، یعنی حداقل تراشیده شده از سوی مؤلف است. و در ادبیات رسمی تاثیر دین هست، تاثیر ایدئولوژی است، این ممکن است این ممکن نیست و غیره. ولی ادبیات مردمی از بسیار همی تاثیرها آزاد است. از این رو من میخواستم که برای شناختن جایگاه زن در فرهنگ ما به ادبیات مردمی مراجعه کنیم، جایی که کنترل دین، ایدئولوژی، معیارها، مؤلفها کمتر است، جایی که همون واقعیت حیات مردم افاده شده است، جایی که مردم چیزی میخواهد در شکل افسانه است، مسئله است، حکایه است میگوید. بنابراین ادبیات مردمی برتریش در این است که به مردم نزدیکتر است و واقعیت را گرچه ناسوفته هم باشد به شکل حقیقی آن افاده میکند. از این رو ما میگیم که برای شناخت این که تاجیکان درباره زن چی فکر دارند، این ادبیات مردم باز یک سرچشمه ناب است که چی نگاه دارد یک مرد، یک جامعه تاجیکی سنتی به زن. بنابراین همچه یک واقعیت باید از همین کتابی برای هممان آشنا، کتاب افسانه های خلق تاجیک سر کنیم. این یک قاموسی فرهنگ و تفکر ماست. در اموج شما میتونید حالت فکری و ارمان های همی مردم را به شکل دست نخورده احساس کنید. بنابراین من از نظر اسطوره شناسی یا افسانه شناسی اگر گیریم، هر یک ابراز، هر یک افسانه اون یک پیام دارد. حتی همین افسانه بوزک جنگلپا که همه دوست می‌داریم، میدونیم، میخونیم، مسخره میکنیم، ببینید بوزک جنگلپا میگه همه میخندیم، ولی در محور همین افسانه یک مادر استوده است، یک مادری غمخوار در گوشکش گول میارد، به بچه هاش چقدر نگاهبین میکنه. یک مادری که به خاطر فرزندش آماده است با گرگ است، با شیر است، با پلنگ است، با خرس است روبرو شود. و در اسطوره شناسی این گرگ و شغال و سگ و خرس این مشکلاتند، این پرابلم هایی که در راه یک مادر است. یعنی همون گونه که در مثل های و بسنی های کریلوف میخونیم، فیلم منوش که و این منوش چه، همین در افسانه خلق تاجیک هم خیلی است. فقط مال جامعه شناسی افسانه من ضعیف است. ما را در شکل تخیلی بدیهی هم خیلی میگیریم برای سرگرمی، ولی پیامش چه؟ مثلا یک مادری که برای فرزنداش با تمام مشکلات روبرو شد، همین بوزک جنگلپا مثال. تصور کنید که خودش رفته در خانه گرگ زد و به جنگ دعوت کرد و فرزنداش نجات داد. این در میفولوژی این یک معنا دارد. حالا فرض کنیم این شاید فرهنگ ما درست نبرداره، ما روی آدم ها گذاریم که رمانیم، ولی اگر قهرمانانی زن را در همه افسانه خلق تاجیک نگاه کنیم، ما در افسانه خلق تاجیک
مثلا 65 67 افسانه است در اون وریانتی که استاد رجب امون کردن و در وریانت نوی که استاد روشن رحمانی نو تهیه کردن حدود 103 افسانه است که یک 60 اون آدم است، دیگرش حیوان و دینا. در این افسانه ها ما دو نوع زن داریم یا سه نوع گیم. سه نوع، یکی زنی بد، کمپیری جادوگر و عجوزه و زنای مثلا هیلگر. یکی زنانی داریم تناز و معشوقه که بسیار زیبا اند و همه در اطراف او مثل پروانه در دور شمع است. این دوم زنان. ولی من حساب کردم ما 11 افسانه داریم که در این افسانه خلق توجیه قهرمانش زنانی جسور، دانشمند، پهلوان، قهرمان، ملیکه، مشاور، یعنی زنی عاجزه اونجا نیست. بنابراین خلق ما تصورش درباره زن ایدئالی خیلی بوده است. مثلا می افسانه اینا دختری دانو، دختری جسور، پادشاه و دختری آهنگر، طاهر و زهرا، بهادر و زرینه، فرهاد و شیرین، رابعه چیلگزمو، مهربانو، دختری چوپان و پادشاه. اینا می افسانه هستند که در اوج زنها کار میکنند که حتی تصور نمیکنیم. و این افسانه های زنده همی مردم است، یعنی تصوری همی مردم درباره زن. و بیاید یک افسانه زیبا را کمی درونش رویم. مثلا افسانه فرشته ماه زیبا و دانا. یک زنی زیبای تاجیک، نامش هم تاجیکی است. دیدید این داستانی صرف تاجیکی است. خب فرشته ماه همچون قهرمانی داستان 4 صفت دارد که یکم حسن و جمالی بی مثال دارد. بینه فرشته ما چه بوده است؟ اگر این طرف خواب روا ایسو روز میشه، طرف مو شب میشه. اگر روش این طرف کرده خواب روا، این طرف روز میشه، طرف پشت سر شب میشه. یعنی شب و روز او معین میکنه. یعنی اینقدر جایگاه او را مهم کرده است که همین شب و روز را، تغییر زمان را او معین میکنه با حسن خود. این فرشته ما. خب این فرشته ما صفت یکمش حسنش، صفت دومش جسارتش که ولی میگیم، صفت سوم او صاحب قدرت و حاکم مملکت است. ولی هیچ خبری از زنی به حقوق و عاجز نیست، او ملیکه است، صاحب قدرت. و چهارم چیزی که با تاکید با آن داریم، او صاحب سواد و معرفت است. انا که تصور کنید که فرشته ما مسئله حسن و مسئله جسارت بیشتر از در افسانه، ولی مسئله قدرت سیاسی و مسئله معرفت، تمام او تصور دروغین درباره سیمای زن در ادبیات ما رو میشکند. فرشته ما ملیکه است، صاحب قدرت، و فرشته ما پروفسور است، اکادمیک است. ولی من میگم چرا؟ و چرا این مهم است؟ و از همه جای مهمی که در همه افسانه فرشته ما من فکر میکنم در تمام ادبیات جهان بی‌نظیر است، برای همسر فرشته ما شدن شرط اساسی سواد و معرفت است. یعنی نمیگه که از همه زیباتر، که از همه ثروتمندتر، که همه قویتر. آزمون اعلان میشد. یعنی شرط اساسی کی میتواند همسر فرشته ما شود؟ از همه جوانی با سواد، نه فقط ظاهر و ثروت. انا انتخاب زنی تاجیک شما دیدید؟ یعنی زنی تاجیک از این سطح آمده است که برای همسری او شدن باید از طریق مرکز تستی فرشته ما امتحان سپارد. این امتحان یک امتحان معرفتی، منطقی، فلسفی، علمی، و این است سطح و جایگاه زنی تاجیک. هیچ خبری از نکاح مجبوری،
از خشونت خانوادگی در این قصه ها نیست. در این قصه برعکس زن معین میکند که کی را میگیرد به همسری میپذیرد و شرط میگذارد، سوالنامه ترتیب میدهد. خب خیلی که نوازیر مرکز جمهوری تستی سوالنامه‌ش پیشنهاد کرده است. سوالنامه امتحانات فرشته ما هم چاپ شده بود. دست هر یک جوان بود تیاری میدیدن که آیا میتوند به این سوالات جواب دهد. بنابراین من دو چیز رو در جنبسته فرشته ما میگم. یکم این که شاید بگیم این یک ارمان زنی تاجیک بوده است. ارمان زنی تاجیکی چنین شود. از همین یک اعتراض به نکاح اجباری بوده، این یک اعتراض به همون بی‌حقوقی بوده است. ولی از بس که در انمی 11-12 افسانه این سناریو تکرار میشد، من میگم این یک سنت بوده است. این یک عنعنه بوده است در محیط زنهای اشرافی تاجیک. این فقط آرمان نبوده است. اگر آرمان می بود یک جا می اومد، دو جا می اومد. ما حتی در سمکیار هم داریم، در بسیار جا داریم که برای همسری همین ملیکه یا همین دخت شدن باید از آزمون دانش و خرد گذرد. این بسیار نکته مهم است. خیر روش انتخاب همسر در دیگر داستان ها هم است. مثلا باز یک افسانه بسیار مشهور است با نام پادشاه و دختری آهنگر که در اونجا ملیکه زیبای با نام ملیکه پادشاه. خب بینید خانمای عزیز، شاید همه ما این چیزا رو میدونیم. من میخوام بازنگری کنیم معیار معرفت زن رو، بازنگری کنیم جایگاه زن رو. ما افسانه نگفته سلیم اینجا میخوایم ببینیم که پیام فرهنگ ما، معیار فرهنگ ما درباره زن چیست. خب در این مسئله ملیکه پادشاه نیست چند نکته عجیب رو من میگم. بینید، یکم این که اینجا با امتحان سخت‌تر است. اگر فرشته بانو را سوالاش ندانی جواب برو، ولی ملیکه پادشاه شرطش این بود که اگر داند همسر شاه میشد ملیکه، اگر نداند غلامش میشد. برای همین مؤلف میگه که می درگاهی ملیکه پادشاه پر از جوانای زیبا، قوی، شاهزاده ها همه غلام شدند. یعنی هیچ کس نتونست از امتحانش گذرد. و باز چیز عجیب که شاهان کشورهای دیگر می اومدن. یعنی حسنی دختری تاجیک ماهیت بین المللی گرفته بود. شاهان کشورهای دیگر، دیپلماتیای حسن که شاههای دیگر اومده از امتحان او غلطیده در درگاه او خدمتگار میشدن. این همی قدرتی حسن و معرفت زن تاجیک در سطح فرامنطقوی. خب اکنون نکته جالب این است که هیچ کس به سوالای او جواب نیافت. این لوک یک زن، بازم یک زن، همی دختری آهنگر در لباس مرد، خودش در شکل مرد در آورده رفته به سوالهای ملیکه بانو جواب داد. اینجا هم باز همین است که یگان مرد، پیام افسانه بینید، یگان مرد نتوانست در معرفت همسنگی این ملیکه شود. باز هم یک زن آمد جواب او را داد. این هم بسیار پیام مهم است. درباره زنهای خودمان چی میگیم؟ بسیار زنهای با معرفت امروز داریم، بسیار زنانی با سواد دیر مجرد میمانند، بعضیش دیر خانه دار میشه. چرا؟ اونا رو ملامت نکنید، مردی همسنگی اونا پیدا نمیشد. انا برای همین مردی که این بسیار مشکل است. یعنی مثل همین ملیکه بانوی افسانوی، مردی که همسر یک زنی فیلسوف باشه، مردی که همسر یک زنی سیاست شناس باشه، مردی که همسر یک سیاستمدار باشه، مردی که زنش گنرال باشه. ولی زنای گنرال، ما 4 زن گنرال علاقه داریم.
مردی که زنش گنرال باشد، سرهنگ باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، ولی مردی ما آماده نشده است به این کار. بنابراین بعضی از این زنایی که معرفتشون بلند میشد گو مثلا انتظار میشن که همون مردی سزاواری و نو پیدا شود. از این رو کمتر طول میکشه با میگه اینمی دکتر شده ولی هم گشت است. نه او ولی انتظاری شاهزاده خودش است. از این رو معلومت نمیکنه. مثلا در همین 11-12 افسانه بینه که سوالهایی که میتید ملیکه همین نشون میده که سطح معرفت چی بوده است. افسانه رفته استوده است، یکی سوال و جواب سر میشه، میبینی افسانه تمام فلسفه سر شد، علم، معرفت، منطق، حکمت، سیاست. یعنی مثلا این یک پرچه از همین سوال و جواب ملکه پادشاه با دختری آهنگر میگه که آدم به چی زنده است؟ میگه با امید. نشانه پیری چیست؟ میگه ناامیدی. میگه جواب بود. گفت که نیتی نیک چی است؟ نیتی بد چی است؟ گفت که نیتی نیک نیتی است که نیتی همه مردم باشد. نیتی بد نیتی است که نیتی یگان کسی علایده باشد و به ضرر همگان باشد. گفت سوال دا جواب درست دادی. بینید در همین سوال و جواب هم عدالت هست، هم سیاست هست، هم پسیکولوژی هست. گفت که پیری چیست؟ گفت که پیری همون وقتی است که آدم ناامید میشه. یعنی این سوال و جواب دیگه افسانه نیست. همین قسمتاش ما میتونیم بگیم که این علم است، فلسفه است.